بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله میگه ما قرآن بر تو ای پیغمبر نازل کردیم صلی الله علیه وسلم. نازل کردنی از نزد خودمان، یعنی الله از نزد خودش به پیامبر علیه السلام قرآن نازل کرد. به خاطر چی؟ به خاطر پند دادن، به خاطر اونها را پند بتیا، اونها را خبردار کنه از وعده های جنت و از وعید های دوزخ و از کارهای ثواب، پاداش و مکافات نیک، و از کارهای عقاب، از اون عذاب های سختی که در دوزخ برای سرکش ها آماده کرده شده است. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. الله میگه پس صبر بکن با قضا و قدر الهی و قبول کن این مصیبت هایی که به سرت می آید و از برای حکم های دینی و هرگز اطاعت مکن میگه از مشرکا، اونهایی که در شهوت های دنیا فرو رفتگی هستند، در پول و مال دنیا، کافرها و مشرکایی که یعنی از یاد الله غافل هستند که الله یک بار هم ذکر نمیکنن، الله حتی انکار میکنن، حتی که همون پول و مالی که به دست میارن میگه از حساب خودم به دست آوردم، نمیگه همین ذاتی هست که مرا همین عقل داد، مرا همین دست و پا را داد، من همین نعمت ها را داد که ما الله یعنی همین نعمت ها را استفاده میبرم. الله میگه هرگز اونها را ای پیغمبر اطاعت مکن و اونهایی را که در کفر و در گمراهی خودشان چقدر غرق شدگی هستند، اونها را هرگز تو اطاعت نکن. گفت و اذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، و میگه همیشه بر دوام ذکر الله بر زبان بیار، الله ذکر بکن و دعا بکن، نماز بخوان، عبادت بکن در اول روز و در آخرش. مفسران میگن همین دعایی که الله در نظر داره، تسبیحی که الله در نظر داره، چی از نمازهای فرض، چی نمازهای نفل، چی ذکرهایی که سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، همین ها داخل میشه که انسان باید همیشه الله ذکر بکنه، صبح و شام عبادت بکنه. و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا. و میگه شب به سوی الله چی سجده کن، تضرع کن، زاری کن و عبادت کن، نماز بخوان، تهجد بخوان زمانی دراز، یعنی قسم از شب به عبادت بگذران. و پیغمبر ده نماز تهجد فرض بود، الله امر کرد که همیشه شب دراز چی تهجد بخوان. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الله میگه بیشک و شبه این مشرکان سرکش دوست می‌دارند زندگی این دنیا را و همیشه به همین مشغول هستند و در پیششان روزی بدی که برای اونها انتظار است در آینده، از این چی هستند؟ مشغول همین دنیا هستند، آخرتی که در پیش دارند رهاش میکنند، یعنی عمل نمیکنند برای آخرتشان تا اینکه نجات بیابند در روز سخت قیامت. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. الله میگه ما آفریدیم اینها را با استخوان و رگ و پیوند و عصبها و قوت داخلی و بیرونی و همه اینها را ما عطا کردیم به اینها، به این منکرها، به این کافرها، به این مشرکها، به این منافقها، به این ظالمها، به این سرکشها، ما همه عصبهای اینها را، رگ و پیوند اینها را، داخل اینها را، بیرون اینها را همش جابجا یعنی پره کردیم، اینها را قوت دادیم، اینها را قدرت دادیم. و چی کار میکنیم؟ و هر وقتا که بخواهیم میگه هلاکشون میگردونیم. چنانه که قوم عاد، قوم ثمود میگفتن من اشد منا قوه، کی است از ما بقوتر، پر قوتر،
زورتر کی است میگفتند؟ به همون قوت و قدرتشون که با دست خود داخل کوه شکاف کرده خانه میساختند، با دست خود چقدر سنگ‌های وزمین برده اهرام‌ها و پیرامیدها میساختند، الله به یک شمال، به یک خردترین پرنده طیران ابابیل هلاکشان کرد. یا که قوم ثمود به یک آواز صدای حضرت جبرئیل علیه السلام هلاکشان کرد که میگفتند کی است از ما قوت دارتر؟ فرعون میگفت که این نهری که از زیر قصر ما میگذره میبینین ایرا، الله به همون آب هلاکش کرد، همون آبی که به اون فخر میکرد. این از قوت و قدرتشون. الله میگه اینها را اگر که باز بخواهیم هلاک میکنیم و در جای اینها اطاعت ترین انسان ها را میاریم، انسان های را میاریم که الله زیاد اطاعت میکنن، از فرمان الله زیاد پیروی میکنن. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. و میگه این سوره به شک و شبهه موعظه است، پند است برای عالمیان. پس هر انسانی که خیر بخواه برای خودش در دنیا و آخرت، ایمان بیاره باید به الله، تقوا کنه، از الله بترسه، راه را بگیره که به سوی مغفرت الله، به سوی بخشش الله، به سوی رضوان الله، به سوی جنت الله، به سوی لقای الله میبرشه. این راه اختیار بکنه هر کسی که پند میگیره. و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. و میگه هرگز ای انسان ها شما هیچ کاری را کردن نمیتونین مگر اینکه تقدیر الله در اون کار نرفته باشه و مشیت الله در اون کار نرفته باشه. الله دانا است بچی حال و احوال مردم. الله همش میداند، در علم قدیم خودش، علم ازلی خودش قطعی همش آگاه است، میداند. حکیم است در تدبیرش، یعنی چاره اندیش است الله در ساختنش، در جابجا ساختن کارهاش. آفتاب برای چی آفرید، ماه برای چی، شب برای چی، روز برای چی، انسان برای چی، اینقدر میلیاردها قسم جاندارا و حشرات و این حیوانات و پرنده ها رو برای چی، جنت و دوزخ برای چی، شیطان برای چی و به خاطر چی شیطان داخل جنت شد، برای چی انسان وسوسه کرد. همش تقدیر الهی، همش الله جا به جا برای امتحان به حکمت خودش، به تدبیر خودش، چاره اندیشی خودش آفریدگی است. هیچ چیز در روی زمین از حکم الله، از قضا و قدر الهی، از حکمت الهی بیرون نیست. همش حکمت الله جا به جا است. هیچ نیست که نعوذ بالله بگیم که الله اینا فراموشانه آفریده است یا که اینا بیهوده آفریده است. نه، هر یک چی کار خودش در این دنیا اجرا میکنه. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا الیما. و الله داخل میگرداند در بندگی خودش و در رحمت خودش و در رضای خودش و در جنت خودش کسی را که بخواهد. و آنها انسان‌هایی هستند که به عهدی که با الله بسته بودند وفا کردگی هستند. و الله برای ظالم‌ها، برای اونهایی که انسان‌ها را ظلم میکنند، برای اونهایی که بیگناه بنده های الله ظلم میکنند، حد الله تجاوز میکنند، میگذرند، آنهایی که در نفس خودشان ظلم میکنند که حالا اون حق ندارند، الله گفت برای اونها عذابی درددهنده، عذابی که سخت‌ترین درد و رنج در اونها در دوزخ میتیه آماده کردگی است. انسان‌هایی که در این دنیا از امر الله سرکشی میکنن و الله اونها را دوزخ میبرد، با زنجیرها اونها را میگه از دهانشان داخل میکنن، از مقعدشون، از پسشون همونا زنجیر بیرون میکشن، مثل یک حمل میکشه یک چیز را، میگه حملشون میکشن، یک ملائکه از بالا پایین دوزخ میاندازش، چندین سال رفته در قعر دوزخ میرسه، باز یک ملائکه دیگه از اونجا گرفته با طرف بالا میپرتایش. اون یک قسم عذاب برای یک نمود انسان‌هایی که در این دنیا یعنی ظلم میکنن، در این دنیا عذاب میتین، در این دنیا یعنی بندگی الله به جا نمیارن، سرکشی میکنن، به الله کفر و عناد میورزن، الله بالای این که بندگی نمیکنن با مسخره میکنن، دین مسخره میکنن، یعنی بنده های الله همیشه حقشون میخورن،
مسلمان‌ها در رحم نمیکنند، همیشه با پیغمبرها و با اولیاء الله، دوستای الله در جنگ هستند. عذاب‌های سخت برای اونها، عذاب‌های درددهنده آماده است. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. این بود تفسیر مختصر از سوره انسان. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد